همون تعریفی صحابه کرده شه. ببینید تعریف صحابه را بیان کرده نمیتونه. وقتی که صحابه را نشناخت بعد صحابه را طعنه میزنند. منافق گفته اعوذ بالله. بو میگه که بناگاه رافضه ها خرسان نشن، رافضه ها رو تو خبیث خرسان میکنی. خالفت أقوال الشيوخ ولم يبالوا الخلف للفضل. أبو محمد المدني. خالفت أقوال الشيوخ فأنتم خالفتم من جاء بالقرآن. من لي بمثل خوارج قد كثروا بالذنب تأويلا بلا إحسان، ولهم نصوص قصروا في فهمها فأتوا من التقصير في العرفان. وخصومنا قد كفرونا بالذي هو غاية التوحيد والإيمان. اولا این کلیگویی در مورد عذر به جهل دقیق نیست و علمی نیست. یعنی به صورت مطلق من گفتم که به صورت مطلق کسی بیا بگه که عذر هست و به صورت مطلق کسی بگه عذر نیست. چون عرض کردم که علما شأن علماست که بیان در این مسائل اظهار نظر بکنن که در کجا عذر هست و در کجا نیست و برای چی فرد عذر و برای چی فرد نیست. و خیلی از مسائل یعنی اینطور به راحتی نیست که شخصی هر کسی بیا در این مسائل دخالت بکنه و هر کسی بیا در این مسائل اظهار نظر بکنه. پس این کلیگویی یعنی شایسته یک عالم نیست. حقیقتا شایسته کسی که برای 18 سال درس عقیده خوانده باشه و درس عقیده روی عقیده تحقیق کرده باشه شایسته نیست حقیقتا. و بعد از آن ایشان گفتن که این آیه درباره صحابی نازل شده که صحابه بوده و ایمان داشته. ببینین این هم یعنی نیاز به بررسی داره جناب استاد دایی گرامی. این آیه درباره منافقین هست نه درباره صحابه. این آیه درباره منافقین هست نه درباره صحابه. گرچه یعنی برخی از علما، برخی از اهل علم دیدگاهشان بر اینه که این فرد ایمان داشت ولی ضعیف الایمان بود. متوجه هستی؟ برخی از علما دیدگاهشان بر اینه، اما اکثر علما و آنچه که ظاهر آیات برای ما نشان میده اینه که این فرد منافق بوده و اکثر مفسرین هم به همین جهتن، به همین دیدگاه هستن و به همین نظر هستن. بحث اصلا قبل این آیات و بعد این آیات درباره منافقینه و این آیات درباره منافقینه و ظاهر هم اینه که در مورد منافقینه و راجع هم اینه که در مورد منافقینه. پس اینها صحابه نبودن. حتی فرض بکنیم بر دیدگاه برخی از علمایی که میگویند که این فرد مؤمنی بوده ولی ضعیف الایمان، باز هم تعریف صحابی در اون نمیاد. صحابی کسی که با پیامبر علیه السلام ملاقات کرده یا با پیامبر علیه السلام جمع شده و بعد از آن در حالت ایمان این ملاقات اتفاق افتاده و در حالت ایمان هم از دنیا رفته. اما اینی که کافر شده و مرتد شده و بلکه الله سبحانه و تعالی اونها را تهدید میکنه، میگه که من جماعتی از شما را نمیبخشم. یعنی شما مرتد و کافر میمانید چون که شما یعنی نتوبه میکنید جماعت از شما و اصرار میکنید در این کفرتان و در این ارتدادتان. متوجه هستید؟ پس بنابراین تعریف صحابی اصلا در اینها نمیره. پس دقیق باشید. این نکات یعنی نکات ظریفی هست و چی بسا که بعضی از روافض قبحهم الله از این حرفایتون سوء استفاده بکنن، چنانچه میکنن تمام آیاتی که در مورد منافقین میگن اینها در مورد اصحاب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. و مشکل روافض هم همینه که تعریف صحابی را درست نمیدادن. تعریفی که یعنی اهل سنت و جماعت برای صحابی مطرح میکنن رو نمیدن. پس این حرفتون دقیق نیست. اولا کلیگویی در مورد این که اصلا جهل عذر نیست و بعد از آن بحث این که شما بگید اینها صحابی نبودن. حتی فرض بکنیم بر قول برخی از علما که این مؤمن ضعیف الایمان بوده، باز هم صحابی نبوده چون با کفر مرده. چطور میتونه که این صحابی باشه؟ ما و به جواب میدیم صحابه گفته کی رو گفته میشود؟ صحابه گفته میشود در علم صحابه شناسی یا که در علم بخصوص مصطلح الحدیث در این باب خیلی صحبت میکن. الصحابه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك. صحابه شدن سه شرط دارد. صحابه گفتن سه شرط دارد. هر کسی که ما صحابه میگه من این سه شرط باید داشته باشه. خوب دقت بدید. هر کسی که به پیامبر صلی الله علیه و سلم روبرو شود
و به پیامبر دویم شرط ایمان بیاورد، روبرو شدن یکم شرط، ایمان آوردن دوم شرط و با ایمان بمیرد. انا این انسان ها را ما صحابه میگوییم. اما کسایی که پیامبر دید، ایمان آورد، گشته کافر شد و کافر وفات کرد، اینها را کلمه صحابه را استفاده بردن درست نیست. از روی اولا علما هم و آداب هم، از روی علم، از روی آداب و از روی فتنه نشدن، رافضه ها را برای خرسند نکردن. شرط همین است. یا کسایی که پیامبر دیدند و ایمان آوردند، بعد از وی گشته با اگر مرتد شده باشند و اگر با گشته توبه کنند و به ایمان وفات کنند، اینها هم صحابه گفته میشه. آیا ایمان آورده در زمان پیامبر گشته کافر شده یا مرتد شده بود یا نه؟ بله. کلمه صحابه دیگر کلمه است. صحابه فقط به کسی که به ایمان وفات کرده باشد صحابه گفته میشد. برای همین بگیم که اینها را ما صحابه نمیگیم، اما ایمان آورده های در زمان پیامبر بودند که گشته از ایمانشان گشتند. آدم هایی که پیامبر دیدگی سه قسم است. من برای شما به فهم شدنش میگم. عبدالرحمن فاتح بام رد میزنیم و سخن عبدالظاهر داعیه درست بودنش اثبات میکنیم. خوب دقت بدید. اینو ببینید. یک قسم آدم هایی که پیامبر دیدند، ایمان یکم دیدند، دوم ایمان آوردند، سوم به همین ایمان وفات کردند، ریده کفر نشد. اینها اکثر صحابه زیاده از 100,000 نفر بودند. پیامبر دیدگی کسا زیاده از 100,000 نفر بودند. چه که امام ذهبی و غیر نقل میکرد، زیاده از 100,000 نفر بودند. میلیون یا 150 کمی زیادتر از 100,000 نفر بودند. ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اینها رضی الله عنهم 10 یا بیشتر اینها کسایی که همین پیامبر دیدند، ایمان آوردند و به ایمان وفات کردند. قسم اول اینها صحابه گفته میشن. قسم دوم پیامبر دیدند، ایمان آوردند، اما در مرور همین زندگیشون کفر انجام دادند، ریده به واقع شدند و کافر شدند و گشته با ایمان آوردند و به ایمان وفات کردند. اینها هم صحابه گفته میشن. به مانند مانع الزکات که حادثه پیامبر، حادثه ابوبکر صدیق شده بود، به مانند استهزاء، به مانند آیت استهزاء شده بود. این سوره توبه و 65 و 66 سوره. بعد انکنون سیوم آدم ها اینها را صحابه گفته میشد. کسایی که پیامبر دیدند، ایمان آوردند. دیدن شرط یک، ایمان آوردن شرط دو و به ایمان مردند. در بین یک بار کافر شده گشته مسلمان شدگیشان وجود دارد. دویم قسمی انسان ها، اینها هم صحابه است. سوم قسم انسان ها پیامبر دیدند، ایمان آوردند، اما کافر شدند و گشته توبه نکرده به کافری وفات کردند. به مانند مسیلمه کذاب، به مانند مانع الزکات که کشته شدند، به کفر کشته شده مردند و به مانند بعض دیگر از مرتدین. اینها را صحابه گفتند درست نیست. انکنون سه آدم شما اگر شناخته حاضر فهمیده باشین، به قصه سوره توبه، انا همون قصه که بارک الله فیکم استهزای یک عده به پیامبر صلی الله علیه و سلم و به صحابگان می رود. اینها در روایتی که ابن جریر طبری می آورند از سلفا، آیت 65 و 66 سوره توبه بارک الله فیک، و در روایتی که تفسیر ابن کثیر، تمامی تفسیرها را نظر بکنید. آذری ها، بخصوص آذری های شرمنده های جوهلا، عبدالرحمن فاتح عاذر المشرک جاهل خبیث شرمنده جاهل. ببینید چقدر اینا جهالت ما اینا را چقدر شرمنده میکنیم از دهان خودش. من این صحبت عبدالرحمن فاتح همینجا گوش کردم، گفتم شرمنده است. ما این به رد میزنیم. روایت صحیح، کسایی که استهزا کردند، انا همونجا روایت به 3 نفر اومده است، بعضی روایت به 4 نفر اومده است. الله سبحانه و تعالی خودی همین آیت به میگوید که ما بعضی از شماها را میبخشیم. این نعفو عن طائفه منکم، اگر از یک قسم از طائفه شما را بخشیم، نعذب طائفه اخرى، یک قسم شما را، طائفه شما را عذاب میدیم. یعنی الله
در همون آیت تکفیر کرد کسایی که پیامبر دیده بودن یا ندیده بودن. ببینید اینها قسم دوم پیامبر دیدند، پیامبر به ایمان آوردند، اما در زمان پیامبر گشته تکفیر شدند و کفر شدند. بعض همینها به باب استهزاء کفر شده ها را الله بخشید گشته صحابه شدند و بعض اینها را صحابه گفته می شود و بعض اینها را الله نبخشید صحابه گفته نمی شود. برای همین عبدالرحمن فاتح که گفت اینها را صحابه گفتن درست نیست، این غلط است، گفت این جهالت است. یکی از همون کسایی که صحابه گفته می شود در همونجا بود، استهزاء نکرد، لیکن استهزاء کردن را شنیده ایستاد و استهزاء کننده را شنیده ایستاد و قطعا منو خنده کرد و رد نزد، انکار نکرد. یعنی گوش کننده ها بودند. یکی از معروف ترین اینها در تمام تفسیر هست ابن مخشص. بعد از اینکه الله سبحانه و تعالی تکفیر کرد خیلی توبه کرد، حتی نامش دیگه کرد، عبدالرحمن کرد. توبهش الله قبول کرد، اینه بخشید و شب و روز دعا میکرد که در یک جای بمیرد در راه الله پاره شود که در حقیقت هیچ کس مردن اینه وفات کردنش و شهید شدنش نفهمد، قبرش هم نیابد. گفته در حقیقت همین خیلی میشود، تنها وفات میکنند، هیچ کس وفاتشون و مردشون گفته نمیتواند میگن. همین اینسون ما صحابه میگیم یا نمیگیم؟ پیامبر دید، پیامبر به ایمان آورد و بعد از این کفر انجام داد، الله و رسول تکفیر کردند و بعد از این گشته توبه کرد، توبهش الله قبول کرد و ذکر کرد که ما طایفه از شما، از همین یک جماعتی که استهزاء کردید، ما طایفه شما را میبخشیم. برای همون عذری ها اومده میگن که نه وای های صحابه گفته مطلقا نمیشد گویند. ما میگیم که شما جهلا صحابه را این کار میکنید. نامش عوض کرد به عبدالرحمن. همه صحابگان این قصه را نقل کردند و این قصه در تمام تفسیر و روایت های حدیث وجود دارد. برای چی؟ برای اینکه ما گفتیم که اهل سنت میگن که کسی که ایمان آورد به پیامبر دید، ایمان آورد، اگر کافر شده گشته ایمان آورده به ایمان مرده باشد، این صحابه است. اما در نزد جهلا این گفته نمیشد. برای همین سخن عبدالظاهر الداعی حفظه الله درست است. بله در زمان پیامبر بعضی از صحابه تکفیر شدند، کافر شدند، گشته توبه کردند، ایمان آوردند و به اسلام وفات کردند و این صحابه گفته می شود. الله اکبر. برای همین سخن عبدالظاهر داعی درست است. اما از همین جماعت یک قسمی که بخشیده نشدند، اینها البته که صحابه گفته نمی شود. لیکن بالاخره اینجا بودند و نبودند کسایی که صحابه بودند؟ بله صحابه بودند. برای همین این جاهل عبدالرحمن فاتح میگه که اینها همه منافق بودند، اینها یگانتشون مؤمن نبودند، یگانتشون مسلمان نبودند، اینها را صحابه گفته نمیشود. میگه اعوذ بالله، ای جاهل، ای طعنه زننده به صحابگان، ای انسانی که از خری همسانت گمراهتر هستی. تمام سلف صالح قبول کردند که همون انسانی که نامش رو عوض کرد، نامش رو عبدالرحمن موند و از الله دعا کرد، طلب کرد که تنها بمیرد و تنها گورانیده شود، الله داشت قبول کرد. اینا همه سلف صحابه گفتند. تو چرا قبول نمیکنی؟ الله خودش در آیه گفت که ما قسمی از شما رو میبخشیم و قسمی از شما رو نمیبخشیم. و قصه عبدالرحمن در زیر این در تمام تفسیر وجود دارد. نامش رو عوض کردنش، توبه صادقش و این چگونه تکفیر شدنش. برای چی تکفیر شدنش؟ برای این تکفیر شد که این در همون مجلس نشسته خاموش نشست، استهزاء را دید، استهزاء کننده را گوش کرد، همون به خنده کرد اما انکار نکرد، برای این تکفیر شد. این صحابه بود، تکفیر شد، بازگشته ایمان آورد و اسلامش خوب شد. ابن مخشص نامش عبدالرحمن به تغییر داد. اسلام اینا پیامبر قبول کردن، الله قبول کرد، اینا صحابه گفتن. لیکن عبدالرحمن صحابه را تکفیر میکند. عبدالرحمن فاتح صحابه را تکفیر میکند، میگه که نه، همه کسایی که استهزاء کردن اینا منافقین بودند، اینها ایمان نداشتن، یگان نفر اینها را ما صحابه نمیگیم. همین تکفیر صحابه نیست؟ همین طعنه زدن به صحابه از جانب عبدالرحمن فاتح مشرک طعنه زننده به صحابه نیست؟ انا اکنون فهمیدید عبدالرحمن فاتح که بسیاری ها فکر میکنن کی است، به خاطر منهج باطل شده
الله المستعان به خاطر منهج باطل شده صحابه رو گفت که صحابه نیست، منافق است. گفت اگر این سخن ما میگفتیم زمین و دنیا را آسمان بیدار میکردن اینها. عبدالرحمن طعنه زننده به صحابه، عبدالرحمن اعوذ بالله منافق گوینده های صحابه، اون انسانی که بعد از این واقعه توبهش قبول شد و صحابه گفته میشد، اینها میگه که نه. الله در آیت گفت که قد کفرتم بعد ایمانکم. مذهب اهل سنت به ظاهر گرفتن است. شما کافر شدید بعد از ایمانتون، یعنی کفرتون ظاهر شد بعد از ایمان ظاهر کردهتون. نه وظیفه پیامبر بود، نه وظیفه صحابگان بود، نه وظیفه ما است. ما به دل انسان کار نداریم. پیامبر گفتند آیا الله ما را امر کرد که قلب‌های انسان‌ها را کوفته ببینیم؟ ما قلب‌های انسان را کوفته نمی‌بینیم. پیامبر هم از درون قلب‌های انسان خبر نداشتند. الله خبر داشتگیش خبر داشتند، الله خبر داده اش رو خبر داشتند، الله خبر نداده اش رو خبر نداشتند. برای این الله در قرآن ذکر کرد که ای محمد، سوره توبه: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. یعنی در گرد و اطراف شما در هم اعرابی ها منافق ها هستند و فی المدینه و در مدینه هم منافق ها هستند. کسایی که بعضش اینها رو تو میشناسی و بعضش نمیشناسی. پیامبرم همین منافقا رو نمیشناختند، بعضی منافقا رو میشناختند، بعضی منافقا رو نمیشناختند و مسلمان میگفتند. اینا خوب دقت بدید. یک، بعد از این حکم انسان ظاهر است. پیامبر صلی الله علیه و آله به ظاهر حکم میکردن. کسی که ظاهرا اسلام بیارد مسلمان گفته میشد و کسی که ظاهرا کفر کند کافر گفته میشد. امروز هم همین خیلی است. کسی که مسلمان گفت ظاهرا ظاهر است مسلمان است، کسی که کفر کند کافر است. برای همین الله گفت که شما ظاهر ایمان آورده بودید، انکنون ظاهر کفر کردید، کافرید. گپ همین جبه. کسی که ظاهر اسلام بیارد قبول میکنیم، کسی که ظاهر کفر بیارد قبول میکنیم، کافرش میگیم. اینا منافق ببود، این ببود، اون ببود گفتن شرط نیست. الله المستعان. انا به همین این مسئله صحابه کی بودند، این مشرکین عازری ها به صحابه چگونه طعنه میزنند و این مشرکین عازری ها امامشون، امام عازری ها عبدالرحمن فاتح صحابه را حالی نمیشناسد. همون تعریف صحابه کردگیش ببینید، تعریف صحابه را بیان کرده نمیتونه. وقتی که صحابه را نشناخت بعد صحابه را طعنه میزند. منافق بود. گفته اعوذ بالله. با میگه که بناگاه رافضه ها خرسان نشن. رافضه ها رو تو خبیث خرسان میکنی. همه صحابه ها رو با یک طعنه زدن به صحابه به همه صحابه دروازه رو باز میکنی. الله خورد بکنه.